سراغ خونه دوم. تو خونه دوم شروع کردیم به کار. خونه اول چند روز بعدش روبروی اون خونه موشک خورد و خونه از دست رفت. من سیده حاله حیدری هستم. یه خانه بازی دارم که توی ایام جنگ به جهت اینکه خانه بازیمون یه خانه بازی خیلی فرهنگی و مذهبی بود، به همون گفتن که فعلا بازش نکنید. برای بچه‌ها خطرناکه و میتونه جزء بانک اهداف باشه. در نتیجه ما گشتیم دنبال اینکه یه خلایی رو پیدا بکنیم که پرش بکنیم. وقتی که گشتیم دیدیم که خب برای تأمین غذای این بچه‌هایی که کف میدون هستند باید یه سری اقدامات انجام بشه. ابتدا توی خونه‌ای شروع کردیم که فکر می‌کنم اون روز اول شروعمون با 147 لقمه همچین چیزی بود، 147 ساندویچ بود. به اونها گفتم که آقا یا به من لقمه تو خونه درست کن برسون، یا به من ارزاق خشک بده، یا پولشو بده، یا اینکه هیچ کدومو نداری بیا اینجا ما یه پولی رو میذاریم وسط شروع می‌کنیم تا اینکه گردش مالی درست بشه. و اومدن اینجا و کار رو شروع کردن. دوستان و همسایه‌های خیلی خوبی داریم. الان این منزلی که داریم مصاحبه رو انجام میدیم منزل همسایه است. همسایه این لطف به ما کرد که حالا در خونه‌شو باز کرد. ما از حیاطش به عنوان انبار موادمون وسایلمون استفاده می‌کنیم. یکی از اتاق‌های بزرگش رو در اختیارمون گذاشته. من همسایه‌هایی رو دیدم که تا حالا ندیدمشون. ما 30 ساله تو این خونه‌ای. برخی از همسایه‌ها رو حالا مثلا تازه‌تر اومدن ولی ندیده بودم. همسایه قدیمی‌تر رو ندیده بودم چون صبح میرم سر کار شب میام مثلا ارتباطی نداشتم. مثلا خوش نداشتم کسی بده سر یخچالم. حتی خانم برادرم. الان باید بگردیم توی کدوم خونه قابلمه کدوم همسایه رفته، یا مثلا فرض کنید که قاشق چنگالمون نمیدونم هر چیزی وسایلمون کدوم خونه است. اون 147 لقمه فردا یه روز جنگ، یعنی از روز یک شنبه که شروع شد کار ما، اون 147 لقمه ساندویچ رسیده امروز به 7000 خورده ساندویچ در روز و حدود بین 500 تا 700 پرس غذا. رفتیم سراغ خونه دوم. تو خونه دوم شروع کردیم به کار. خونه اول چند روز بعدش روبروی اون خونه موشک خورد و خونه از دست رفت. ولی خب توی اون ساختمون تعداد زیادی از بستگان من بودن و الان تا امروز بیش از 75 خونه که هر کدوم از این خونه ها لزوما یک خانواده درگیر نمیشن، مرکز چندین خانواده است داره کار میکنه. یه گروهی به ما معرفی کردن گفتن اینا 2 روز یه بار، تو ماه مبارک بود، گفتم اینا 2 روز یک بار غذا گیرشون میاد، یعنی سحری افطار ممکنه 2 روز 48 ساعت میگذره و اینها هیچی نیستن. از بچهای خیلی حاشیه‌ای تهران بودن. گفتم که باشه چقدر نیازشون، چند تا ساندویچ ما براشون تامین میکنیم. خب اون موقع هم خیلی سخت بود، یا مثلا 200 تا یه رقم 200 رو بخوایم اضافه بکنیم. ما یادمه که ما 200 تا ساندویچ داشتیم، وعدمون 2000 ساندویچ بود، مواد اولیه تموم شده بود، تو حساب 2 میلیون باقی مونده بود و فکر کردم که خب قشنگ بچه‌ها همش میگفتن خب دیگه تموم شد، گریه شروع شد. 4000 لقمه از خونه‌های مردم رسید. این 4000 لقمه آدمایی بودن که میشناختیم ولی هیچ کدوم قرار نبود لقمه برسونن به ما. یکی از اون اتفاقاتی که خیلی 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 تأثیر برانگیز بود این بود که خیلی وقتا گروه‌هایی که می اومدن مثلا یهو ما می‌دیدیم که به این گروه ازش خبری نیست، نیومد. خب مأموریت شاید مثلا فلان، شاید اینجوری، شاید اونجوری، شاید کار داره، ولی خب افطار یه زمانی داره، توی اون زمانه باید اتفاق بیفته. بعد من عین مامانایی که نگران غذای بچه‌ها شدن هی میگم چرا نیومدن، هی چرا نیومدن، هی زنگ میزنن، هی ببینم خبری نیست. و ما هر روز یه سری ساندویچ داریم که دنبال صاحبش میگرده. یه بار یه از گروه ها گفتن که وقتی پیگیرشون شدیم که چرا مثلا اینجوری، به همون گفتن که دیگه غذای شما رو نمیخوام. گفتم چی شده؟ غذایی که اومده مثلا آلوده بوده.
گفتن که نه دیگه اون بچه ها غذاهای بهشتی میخوان ازش. لن بختت سفیده که تو ابرا رو سفیدی تو لن شیرم حلالت که به راه حق شهیدی تو. ماها همه آدمای اینجا، نه من، همه آدمای اینجا وقتی یه گروهی غذاش نمیاد، وقتی یه کیسه میمونه، چون به همون تعدادی که نیازه تولید میکنه، وقتی یه گروه یه کیسه میمونه، همه دلنگرون صاحبای پشت اینیم، آدمایی که ندیدیمشون، نمیشناسیمشون، نمیدونیم چه شکلی ان، خلقشون چیه. شاید اگه باهاشون تعامل بکنیم مثلا شاید از قیافشون خوشمون نیاد، اونا هم از قیافمون خوششون نیاد، ولی ما قلبمون براشون میتپه و وقتی که نمیان اینجا بچه براشون دعای توسل میخونن، نگرانن. وقتی که میفهمیم شهید شدن اینجا بچه ها برای دونه دونه آدمایی که دیگه نیومدن گریه میکنن و شاید هیچ وقت ما برای آدم غریبی که شهید بشه ممکنه متاثر بشیم اما به گریه نیافتیم. هر چقدر میگذره عادی نمیشه، اما جنگ دیگه